سلام، وقتتون بخیر. رسیدیم به ازدواج، یک معامله پرخطر و ناآگاهانه. ازدواج در قانون یک معامله محضه و ما با ناآگاهی خودمون اومدیم این معامله رو در طول سالها انجام دادیم و طرفین آزاد رو به دو طرف برده تبدیل کردیم، یه برده بالقوه و یک برده بالفعل. برده بالقوه آقا هست، برده بالفعل هم خانم است. خانم از بد به این که ازدواج میکنه، خطبه عقد جاری میشه، تمام آزادیاش از بین میره و حتی حق طلاق هم نداره و در یک زندگی اجباری گیر میکنه، اگر شرایط براش سخت باشه البته، اما که انشالله که شرایط برای همه خوب باشه. و آقا بعد از این شرایط سخت که خانم میخواد طلاق بگیره، تبدیل به یک برده بالفعل میشه. بالفعل یعنی اینکه همین الان یک برده هست و بالقوه یعنی اینکه این شرایط بردگی رو داره و بعداً این شرایط به انجام میرسه. حالا خانومه میخواد طلاق بگیره، نمیتونه، چون همه آزادیاش از بین رفته، حق طلاق هم نداره، شرایطش هم سخته. آقا هم به خاطر اینکه خانوم مهریه‌اش رو مطالبه کرده، چون شرایط مهریه رو نمیدونسته و در بعد اومده یه مهریه سنگین رو قبول کرده، از الان به بعد، از الانی که خانومش مهریه‌اش رو طلب کرده، یک برده بالفعله. تا آخر عمرش نمیتونه چیزی بخره، نمیتونه چیزی به اسمش بشه، یعنی به ارث برسه بهش، و نه چیز دیگه ای. باید چیکار کرد؟